سلام، شبتون بخیر. خیلی ممنونم که با من همراه هستین. امروز اولین روز از مسیر 10 روزه آموزش تکنیک‌های ساده روانشناسی ولی کاربردی در زندگی روزمره است. من اسمشو گذاشتم شروع کردن و ایجاد انگیزه در فعالیت‌های روزمره. مشکلی که شاید خیلیامون باش مواجه هستیم اما دلیل اصلیش رو نمیدونیم. یکی از شرایط و مکانیزم هایی که ذهن ما داره این که یک فعالیتی رو تا اونجایی که میتونه برای بدن ما آسان تر بکنه. به همین دلیل شروع میکنه به بهانه تراشی کردن و به تعویق انداختن اون فعالیت که خودش تبدیل میشه به این که ما یک سری از کارا رو اصلا شروع نمی‌کنیم یا خیلی دیر شروع می‌کنیم. 3 تکنیک ساده وجود داره که ما از این مسیر گذر کنیم و مسیر شروع کردنمون رو هموارتر و کوتاه‌تر کنیم. تکنیک اول تکنیک 5 ثانیه است. وقتی که شما یک تصمیمی رو می‌خواید انجام بدید، باید اول خودتون رو تو شرایط انجام اون تصمیم قرار بدید و شروع کنید به شمارش معکوس از 5 به 1 و اون کار رو شروع بکنید. برای مثال اگر بخوام برای این تکنیک بگم، فرض کنید که شما قراره که یک گزارشی رو برای رئیستون آماده بکنید که بسیار هم کسل کننده است. کافیه که جلوی کیبوردتون بشینید، از 5 تا 1 معکوس بشمارید و شروع کنید به نوشتن اون گزارش. این تکنیک در ابتدا شاید خیلی ساده به نظر بیاد، اما یادتون باشه داره یک عادت ذهنی رو برای شما ایجاد میکنه و یه تغییر کوچیک رو براتون ایجاد میکنه. تکنیک دوم خرد کردن تصمیم‌های بزرگ به قدم‌های کوچیکه و به تغییرات کوچیکه. وقتی که شما تصمیم دارید که یه تغییر بزرگ توی زندگیتون انجام بدید یا بخواید یک تصمیم بزرگ رو داشته باشید، به همون دلیلی که گفتم ذهن شروع میکنه به بهانه تراشی و به تعویق انداختن شما. اینکه حوصله ندارید، اینکه الان زمانش نیست، یا اصلا شما هنوز زمان دارید برای این تصمیم. برای اینکه بخوایم این مسیر رو کوتاه بکنیم و شروع کردن رو برای خودمون راحت تر بکنیم، کافیه که اون تصمیم بزرگ رو به قدم‌های کوچیک تبدیل بکنیم. مثال، قراره که شما یک رژیمی رو بگیرید که 20 کیلو وزن کم بکنید. اگه قرار باشه تمام اصول اون رژیم رو از همین الان رعایت بکنید، مطمئنا چند روز دیگه حوصلتون سر میره و دیگه نمیخواید که اون رژیم رو ادامه بدید. اما اگه از همین الان تصمیم بگیرید که دیگه نوشابه نخورید یا یک تیکه از قند رو حالا حداقل از توی رژیمتون حذف بکنید، این تصمیم‌های کوچیک میتونه در نهایت منجر به اون تغییر بزرگ بشه که شما منتظرش بودید. و اما تکنیک سوم تکنیک 20 ثانیه که میتونه به این شکل باشه که وقتی که شما یک سری عادتهای بعدی رو دارید، 20 ثانیه اون رو دیرترش کنید و اگر یک سری عادتهای خوب رو میخواین شروع بکنید، 20 ثانیه آسان‌ترش کنید. این روزا متاسفانه خیلی از ماها زمان زیادی رو توی گوشیمون صرف میکنیم که باعث میشه که ما از خیلی از فعالیت‌های دیگه‌مون بمونیم. این تبدیل شده به یک عادت بد. برای اینکه بتونین این عادت بد رو 20 ثانیه دیرترش بکنید، کافیه که گوشی رو از دسترس خودتون دورتر بذارید. یک